بیش از 200 نفر دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی اقدام گرفتند که به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست شوند. این گروه با خواهش خود عریضه نوشتند. این اقدام از جانب رهبریت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خوش پذیرفته شد. از این رو امروز سنه 12 می پس از سپاریدن امتحان دولتی به تالار جمع آمده مراسم گسیل را تشکیل کردند. حفظ مرزبون کشور از تهدید و خطرهای زمان نو خصوصا در جهان پرحوادث معاصر تامین نمودن امنیت دولت و ملت و ثبات و آرامی جامعه تنها با داشتن قوه‌های مسلح متشکل و توانا و مجهز با تجهیزات و تکنیک پیشرفته حربی و مهمتر از همه خدمتچیان حربی وطندوست و وطنپرست دلیر و شجاع و صادق به دولت و خلق تاجیکستان امکان پذیر است. در مراسم گسیل ختم کنندگان دانشکده مذکور گروه مهمانان از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، کمیسریت حربی و ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت اشتراک نموده از زیاد شدن صف اختیاران برای ادا نمودن قرض جوانمردی اظهار قناعتمندی کردند. آنها تاکید نمودند که محض جوانان شجاع هستند که امروز و فردای وطن امین از خطر خواهد بود. امروز شما در جمهوری خودمان مرزبون ما رو محافظت میکنید که چلی که ما شاهد هستیم جمهوری تاجیکستان یکی از جمهوری‌های در امن حسابیده می شود. با تشبوس پیشوای معظم ملت چقدر شرایط خدمت به این نوازکاران سربازان مهیا کرده شده است. ما باوری کامل دارم که این نوازکارانی که شما به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل بشین در همان قسم‌های حربی شما شخصایی هستید که با اختصاص خود کار و فعالیت میکنید و افتخار همان قسم حربی میگردید. کمیسر حربی ولایت سوخت هنگام سخنرانیش در مراسم گسیل دعوت شوندگان به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ابراز نمود که خدمت در این صف درس مردانگی و قوی ارادگی را تأمین می‌نماید، شخصی آب و تاب یافته را به کمال می‌رساند و آنی که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت را سربلندانه و صافدلانه ادا می‌نماید در زندگی موفقانه عمر به سر می‌برد، زیرا از مشکل‌ها نمی‌ترسد. جوانان دوران صاحب استقلال وطنمان امروز با ننگ و ناموس ملی، تشبس‌های شایسته و احساس بلند وطنداری در رشد تاجیکستان عزیز حسی ارزشمند می‌گذارند و با مادر وطن خود صادقانه خدمت می‌کنند. اظهار باوری دارم که شمایان جوانان سزاوار باوری سرور دولت، نامبردار اصل کلانسالان، اهل اویله و پدر و مادر خود گشته وظیفه‌های در نزدتان گذاشته شده را با سری بلند ادا کرده به نزد پدر و مادر خود برمیگردید. دیرکتور مؤسسه مذکور هنگام سخنرانیش تاکید کرد که برابر صاحب تخصص شدن دانشجویان آنها وظیفه جوانمردیشان را به جا آوردند، یعنی این گروه پس از ختم دانشکده برای حمایت وطن آمادگی خود را ابراز داشتند. باعث خوشنودی است که طبق عنعنه دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی از حساب خدمت کننده ها با امر دل و خواهش خود 2 سال این جانب برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آمادگی خویش را اظهار می‌دارند. فریدون مرادعلیف صبح امروز امتحان دولتی ختم را سپاریده و پس از نصف روزی به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل شد. میگوید که خدمت نمودن برای هر جوان شرف است و آن را باید سربلندانه ادا کرد. اختصاص نظام‌های بسیار خنده تلرابطه‌ها را ختم نمودم و عین حال با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده‌ام. خدمت به وطن مادر این قرضی هر یک جوانمرد می باشد. برای آن که ما وطن خود را حمایت نکنیم باز دیگر کی حمایت می‌کند. انتخاب من همین که می‌خوام سرحدمان شوم و حفظ وطن عزیز خویش را برداشت کنم.
дар асоси моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият ва амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. аз ин рӯ ҷавононро зарур аст ки барои ҳимояи марзу бум ва хизмат барои модару ватан омодагии худро изҳор доранд. гузориши Мафтуна Шукурова, Манзура Бахтиёрзода ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.